دوستان عزیز اینجا 800 گرم آرد باید که 450 گرم سلیویچنی масла باشه. من قریب 400 گرم گرفتم. اگر 450 گرم باشه با خوش‌تر میآید. اینجا سمیتانا را چی 3 قاشق کلان کلان میگیریم. 4 دانه تخم 4 دانه تخم 4 تا زردی تخم می‌دوزیم. قطعی 2 تا سفیدی تخم 2 تا سفیدی تخم ماده در کار نیست. اینجا چای نمک сода разрыхлитель اینجا сахарный пудра. دوستان عزیز از من چیکار میکنم؟ سلیویچنی масла را قطعی آرد مولک مولک میکنم. خیلی تا آخر نوار با ما باشید. انشالله که نوار به شما معقول میشه. شما هم میتونید که مثال заказ بگیری، میتونه که مثال برای خوردن خودتون، میتونه که برای یکونجا بردن هم خیلی پیروکنی چقدر پیروکی با مزه های ممکن که با بسیارید بدونه این پیروک مونده مثال میشه که творог з гӯшони молокои варёни خیلی намуд чи ва павидлои джемаи дошта боше мисол истифода баре. Манам хеле дӯстони азиз
دوستان عزیز این پیروکی ما تیار شد. اینجا چای جوشک غذا این پیروکی پختگی میخوریم. بعد ما یک چیزا بگم. ما مثال تورت ما پخت پزوم اوقا شیرین نمیکنم. خیال میکنم که رنگ مگزینی میشوه. مثال شیرینش کم شوه رنگ مگزینی میشوه. من ده همون خیلی نرمالیه. این خواهرم فقط میگه که این شیرینه شکرش کمه گفته. و چقدر شیرینی را نقص میبینه. خیال میکنم که شیرینی باید دلتا میگیره. من این ریسیپت ده یک تا بگیم 200 گرم سخرنی پودر داختگیم. اگر که شما شیرینی خور باشه مثال میتونه که با 20 ترک بدوزه. ما ده خیلی نرمالیه. نمیخواد دوستان عزیز ای ربی تا میفرد که امتا بگیری و امتا بخریش. بسم الله الرحمن الرحیم. عجوی بود اومده. او خواهرم باشه بالاش ده هر چی کرده خوردیسته. سخرنی پودر و شکلات و هر چی شکیده خوردیسته است که این شیرین نیست گفته. خیلی ماده نرمالیه. این خودش ده کرده است خیلی خودش میخوره ایره. انا خیلی دوستان عزیز شما میتونی که برای توی معرکه یک اونجا بردنده هم خیلی پیروگ کنی. چخیلی که گفتم شما من اینجا چی داشتم پاویدلو داشتم ای آلو. شما میتونی که مثال تورق بدوزه با هم خیلی بامزه میشه و خیلی من نقض میبینم تورقه خیال میکنم که بامزه از گوشان ملکای وریانی بدوزه. انم خیلی دوستان عزیز هزار رحمت خدا که تا آخر نوار با ما بودید. تا نوارهای آینده در پناه الله باشید.